یک روز پیش از برگزاری دادگاه و صدور حکم علیه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر، صدها نفر از مردم این کشور در شهرهای اسکندریه و قاهره اقدام به برگزاری تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان به حضور احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوران حکومت حسنی مبارک، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعتراض دارند. ما به خیابان ها آمده ایم و خواهان پاکسازی تمامی عوامل حکومت سابق هستیم، زیرا این برای ما آسان نیست که بعد از انقلاب 25 ژانویه شورای نظامی احمد شفیق را به عنوان رئیس جمهور به کشور ما معرفی کند. در شهر قاهره پایتخت مصر نیز تظاهراتی مشابه برپا شد. یکی از ساکنان این شهر با حضور در جمع تظاهر کنندگان میگوید: آنها میخواهند کسی که پسر مرا کشته به عنوان رئیس جمهور برگزینند. این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. نتایج دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر و حضور احمد شفیق در دور دوم این انتخابات تظاهرات‌های گسترده‌ای را در این کشور در پی داشته است. دور دوم انتخابات مصر در روزهای 27 و 28 خرداد برگزار می‌شود.